تشکیل استراحتگاه‌های تابستانه و سالمگردانی کودکان یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. همساله در موسم تعطیل تابستانه در دره زیبامنظره شیرکند شهر ترسنزاده استراحتگاه کودکانه کارخانه بودی دولتی شرکت آلیمنت تاجیک به فعالیت شروع می‌نماید که آن در 4 بخش کودکان و نورسان را از تمام شهر و ناحیه‌های کشور قبول می‌نماید. شرایط بود و باش کودکان و نورسان در این استراحتگاه با تمام فراهم آورده شده است. من در لاگر شرکت آمدم. در اینجا همه شرایط مهیا میکنم. من در اینجا دوستان بسیاری پیدا کردم. در اینجا بازی‌های شاق‌آور میگذرانیم، والیبال، فوتبال، تنیس، شناوری. من میخوام به همین لاگر شرکت 8 سال آمده استراحت کنم. من به لاگر شرکت آمدم. در اینجا به استراحت آمدم. ما هر روز هر گونه بازی‌های شاق‌آور میکنیم. من در اینجا دوگانه‌های بسیار پیدا کردم. همین است که همساله به اتمام رسیدن موسم خوانش کلی مؤسسه‌های فراغتی به اصطلاح لاگرهای تابستانه فعال می‌شوند و در آنها شرایط ضروری برای استراحت با فراغت و بدوباش کودکان و نورسان مهیا کرده می‌شود. امروز در این فراغتگاه شرکت کودکان کارمندان کارخانه واحد دولتی شرکت آلیمنت تاجیک از خانه کودکان شهر ترسنزاده و نورسان از تمام شهر و ناحیه‌های کشور شامل گشتند. من به لاگر شرکت آمدم. بود و هوای اینجا خیلی تازه است. من در اینجا دوستان زیاد پیدا کردم و در اینجا هر روز ما بازی‌های شاق‌آور میگذرانیم. فوتبال، تنیس، والیبال و شناوری میکنیم. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду небо, пусть всегда буду мама, пусть всегда буду я. کودکان و نورسان در طول تابستانه یک بزم فراغتی و فرهنگی را پیشکش حاضری نمودند. زیاده از 330 نفر فرزندان کارمندان کارخانه واحد شرکت آلیمنت تاجیک و دیگر منطقه‌های جمهوری کودکان سالم گرداده ایستادند. در این مرکز تمام شرایط‌های بهبودی برای استراحت و فراغت کودکان فراهم آورده شدند. کودکان را دسته به دسته هر روز از روی نقشه کشیده شده در وادی خوشمنظره شیرکند کودکان را به سیاحی هم جلب می‌دهیم. همچون این سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی است. این چنین در نظر دقت ما حتما جای دارد. همچنین کودکان و نورسان نمایش‌های ورزشی، مهارت زیبایی رقص، قرائت شعر، سرودخوانی و صنعت والای خود را به دوستان نوآشنای خود نشان دادند.